الله که عظیم است. ولا یحض علی طعام المسکین، ترغیب نداده، تیز نساخته، خود نداده، ترغیب نداده بالای طعام مسکین. حق الله را مراعات نکرده و حق مخلوق الله را هم مراعات نکرده. عزیزان گرامی، در اینجا یک وقفه داریم. الله متعال نمیگه که ولا یطعمون الطعام، نمیده طعامه، بلکه میگه ترغیب نداده برای طعام مسکین. خب گوشت را بگیره، به یک طعام دادن نیمه مشکلات مسکین ها حل نمیشه، تا وقتی که افراد جامعه دیگر هم من تیز بسازم، ترغیب بدم، کلگی برای مسکین بده. خب متوجه باشی، در جمله همین قدر حقوق الله متعال ترغیب برای طعام مسکین میگه نداد. مسکین کیست؟ مسکین او کسی است که اسباب زندگیش محدود شده، قید شده، هر طرف تلاش میکنه، در بیگاه خود طعام پیدا کردن نمیتونه، در بیگاه خود طعام پیدا کردن نمیتونه. الله متعال میگه به خاطر در جهنم داخل میشه که ترغیب به طعام مسکین ندادن. عزیزان گرامی، صدقه فطره سنت طریقه است که پیش از عید آمدن ما شما دادیم و حقیقی بود مسکین. حالی بشناسیم الله اکبر چه فلسفه بزرگ احکام اسلام داره. ما در رادیو دین روز برنامه داشتم، به خاطر روز عید هم مسئله صدقه فطر بود، در فلسفهش گپ زدم. فلسفه صدقه فطر کدام است؟ میدانی برادران؟ تفکر کردم که یا الله به یک چارک خرما یا به 2 کیلو خرما یا کشمش چی میشه که برای مسکین پرداخته میشه؟ از فی نفر. ولی پسان درک کردم حقیقتا که یا الله احکام تو بسیار اسرار عجیبی دارد. بله، در ظرف یک هفته میشه همه روز طرفی بازار میرم، گاهی در زن خود رخت و کالا میارم، گاهی در بچه خود، گاهی در پدری خود، گاهی کیک و کلچه میارم، گاهی کشمش و نخود میارم. بازم خانه که میم زن میگه فلان چیز نیست، دسترخوان جدید بخر. مردم تو را بد میگه، حالی میودانی های خیلی قشنگ و زیبا باید باشد، لیکن مسکین کجاست؟ یتیم کجاست؟ بیواده کجاست؟ او در خانگاه که خود نشسته است که در صبح نان پیدا میشه یا نمیشه. بسیار سخت است. بله، انسان مومن باید در احکام الله خوب دقیق فکر بکنه، عمیق فکر بکنه. صبح وقت بچه خدا کالای جدید جور کرده، مادرش در جانش میکنه، بیرون میبره، قبل از اینکه مردم طرف عید بره کالای خود پوشیده، پیسه را فول تو داده، تفنگچه را خریده، پتاقاس شروع کرده. اما مادر یتیم و این آدم مسکین او در غم عزیز که نان پیدا شود ما گزاره بکنیم. نصف شو بیوگک خیسته، گندنه را از بازار خریده، بولانی جور کرده، بجای از اینکه کالا را در این یتیم در این خورده که بوشانه، برش میگه بچه برو در فلان جای که یک چند دانه بولانی فروخته شود، نان بیگاه ما بره. آیا او طفل یتیمی که میبره طفل تو را میبینه چی احساس میکنه؟ او درد پدر نداره؟ او فکر نمیکنه که پدر ما کجاست که مثل این طفل وار خوشبخت میگشتم جیبم پر از پیسه میبود؟ چه حالت است؟ بله، از دستش گرفته ای طرفی ایدگاه آمده ای و چند صد ناز داده رایستی سر یتیم که دستی نازه بکشه. ولی اسلام طور دین است که این را مقرر کرده بنده مومن صدقه فطری تا 1 روز 2 روز پیش یا در روز عید در خانه یتیم ببر، دروازه را تک تک کن، خواب بیوه میبره، بچگه که خورد میبره، بده برش، کشمش بده، خورما را بده، برنج بده، گوشت بده، پنیر بده، اما اجناسی که در صدقه فطر است چند روپه هم در جیب یتیم بکن. ای کاش که ما مسلمان ها درک میکردیم. کارتا را در وزیرا روان میکنیم، نانی ما را غیر است. مردم دوس، بی غیرت، مردم چاپلوس، مردمی که وطن فروخته، مردمی که قطایت است، مردمی که حق انسان هم نشناخت، حق الله را تمام روز میمانی تا او خورد. کاش که خوراک یک نفر از این غطایت تو کالاگک جور میکردی و می آوردی. چقدر زیبا بود
که دروازه را تک تک میکرد یک روز پیش و یتیم دروازه می آمد، برش میگفتی بچیم این کالا را برات جور کرده، که یتیم احساسی فقدان پدری خود میکرد یا نمیکرد؟ میگفت که ما پدر گم کردیم؟ نه، بلکه به خانه هر چیز موجود است. بیوام خوشحال است، یتیم خوشحال است. یقینا که حکمت های احکام الله خیلی زیاد است. امروز ای ملت، ای برادرای ما، شما خبر داری که روز عید کدام روز است؟ بله، اولین دروازه که باید تک تک کنیم دروازه یتیم باشه، دروازه بیوه باشه، دروازه معیوب باشه. اما معیوبی که سالا در خانه افتاده، به الله قسم چشم دراز، کاش که یک دوستم بیا 4 دقیقه در پالویم بشینه یک درد دل قطعش بکنم. بله، امروز حال او خانواده را شما باید دروازه شده قلباب بکنه که کل مرداش در پل چرخی و در زندانای دیگه بندیسته. اولادا خانواده یک جور کالا نکرده و عید نمیشناسه که عید است یا روز غم. کدام روز است؟ او کسایی که اولادایشان در زندان است، او کسایی که هیچ کسی نداره که از یا پرسان بکنه. میتونیم این روزای عید به خوشی همچو مردم تیر بکنیم. افغانستان ما پر از یتیم و پر از معیوب است. بله برادرها، به جای بدعتا به نام مرددار نروی، بدعتا را ایجاد نکنی، دروازه را بزنی. خیر است 100 پر کیک، 100 پر کلچه، 100 پر بیوه، در این انشالله گم نمیشی. ولی روز فرا برسه که در خانه یتیم شام مادر هر طرف میبینه میوه است، میبینه کیک و کلچه است، دست دعا را بالا کنه که الله من در معاشره مسلمانان زندگی دارم، احساس ندارم که شوهرم وفات کردن. این دست است برای ما و شما، این دمی درس ها را برای ما میده. کاش که از این نکته آغاز